الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا از نام حضار محترم همنامانه فرزند چون محمد صوبی را به خاطر تجلیل این محفل خیر سنتی تبریک و تهنیت میگویم و از درگاه خداوند متعال مسئلت آن را دارم که پروردگار این طفلک که به هزار امید و آرزو و محبت نامش عثمان گذاشتیان، خداوند به همین نام بزرگ سزاوار، حافظ قرآن مثل هم نامش، خادم شریعت، محب خدا و پیغمبر به کمال برساند و خداوند بزرگ به شرافت این محفل خیر در این منزل، در این محفل، در این محله و در این دیار، در خاندان برادرایی که در محفل خیر ما شرکت دارند، فیض و برکات خویش را نثار کنند. یک مصنف و محدث بسیار بزرگ اسلامی است به نام ابو نعیم اصفهانی. کتاب دارد به نام حلیة الاولیا. اصلا کتابش خیلی زیاد هستند. ابو نعیم در همین کتاب حلیة الاولیا حضرت یک روایت را آورده است از ابوالبختری. باره میگوید دو نفر صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم، جریر ابن عبدالله بجلی و اشعث ابن قیس، به مدائن آمدن به زیارت سلمان فارسی شتافتند، برای زیارت کردن حضرت سلمان. جریر ابن عبدالله بجلی سردار قبیله بنی بجیله، یک قبیله به نهایت سرشمار عرب که در همین منطقه یمن زندگی میکرده است. اشعث ابن قیس کندی سردار قبیله بنی کنده است. این حدش هم سردارای قبیله هم. اصلا در عرب سردارای قبیله حکمی همین پادشاه دارند، گویا پادشاه همون قبیله را. بسیار شخصای معروف و معتبر و مشهور هستند. اینا بعدتر مسلمان شدگی‌اند، یعنی که در زمره بعدترینو دا یا سلمان نمیشناختی‌اند، نام شنیده بودی‌اند، از پیش دیدگیش نبودی‌اند. حضرت سلمان میگه وقتی سوراخ کردن و آمدن سلمان نشان دادن، واقعی حضرت به درجه سوده بوده است، به درجه عادی بوده است. به خاطر همون مطمئن شدن سوالش کردن، گفتن انت صاحب رسول الله صلی الله علیه و سلم، هم صحابی بزرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم هستی، هم سلمان هستی؟ حضرت گفت لا ادری، نمیدونم. یا در تعجب موندن، ای بچه یگون ادرسی ندرست موزودن. با سلمان گفته پیش یگون کسی دیگر اومده. حضرت وقتی تعجب شوندید میگه با تبسم گفت انا رجل الذی تریدان، من هم مردی هستم که شما با گفتنش اومدگی. قد رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و جلست، و حقیقتا من پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دیدگیم، بارها در صحبت حضرت صلی الله علیه و سلم نشستگیم. و انما صاحبه من دخل معه الجنه، اما گفت به عقیده من صاحب پیغمبر، صحابه پیغمبر کسی هست که همراه حضرت داخل جنت میشود. من نمیدونم ولی که جنت میرم یا نمیرم. این خاکسواری را ببینه و بزرگی مردم را ببینه، شخصایی را که خدای تعالی در قرآن وصف کرده است، ریزاگی خودش را از اونا بیان کردگی. اوکی حضرت سلمان فارسی از نزدیکای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حتی حضرت اهل بیت حسابش میکرد سلمان. من نمیدونم ولی که داخل جنت شدم با میفهمم که حقیقتا صحابی حقیقی بودم. بعد سوال شو کرد فما حجتکم، با چی خاطر اومده شما؟ گفتن جئناک من عند اخیک بشام، ما از نزد یک برادرت اومدیم از شام. سوال کرد من هو، کی است تو برادری من؟ گفتن ابو دردا.
حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی مسلمان‌ها را با همدیگر برادر اعلان میکرد، همه ابو دردو و سلمان ها هر دوشان برادر دینی اعلام کردگی، همه مثل اکا و دودر ای برادرای نسبی را حتی یا نزدیکتر بودن. گفتن از همون نزد ابو دردو پیشت اومده. وقتی شنید نام ابو دردو وقتش خست شد و گفت فاین هدیته التي ارسل معكم، نباشه هدیهش کی جدای، هدیهش بتونه مگنه، اما هدیه‌ای که همراه شما فرستاد ابو دردو کی جدای. یا با تعجب گفتن که ما ارسل معنا بشیء، میگه هیچ ما را نداد، هیچی نداد است که بگیریم بیاریم. گفت اتقی الله و ادی الامانت، ای خدا بترسه، گفت امانت بیاره. از زمان من خدمت میشناسم یاد دارم هرگز ابو دردو کسی را پیش من نفرستاده است مگر با هدیه با تحفه. تو حاضر ایتری نشید است که به هدیه نزد من اومده باشن. ای ابو دردو هیچ کس گفتم والله ما یگون چی نگرفتیم مخی، هیچ دست ما نداد است. مالی بسیار داریم گفتن حضرت، اگر بخوای همه همین مال را نثارت میکنیم صدقه قدمات میگه خبر هیچی نداد است. ما گپی حق گفته استیم. گفت چی تون؟ گفت ابو دردو گفت وقتی که مدائن میره برای زیارت سلمان، این مردی است که حضرت صلی الله علیه و سلم به حد دوستش میداشت که وقتی قطیش خلوت میکرد کسی را قبول نمیکرد دیگه. صحبت سلمان بر صحبت اکثریت میگه ترجیح میداد، محب پیغمبر بدی میگه. و وقتی که نزدش رسیده از نام من سلام عرض کرد براش، اقرئه سلام منی. گفت که آخه خونه بودو همه هدیه، همه عید هدیه زیاد میشوه. فای هدیه افضل من السلام تحیه من عند الله مبارکه طیبه. از این دیگه هدیه بزرگتر نمیشوه. سلامی که از جانب پروردگار، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، هم پاکیزه هم مبارکه. من منتظر همین هدیه بودم آخی. هیچ وقت ابو دردو برای پدرکه روی نمیکنه، پدرکه یعنی مول روی نمیکنه، پدرکش هم که حتما سلام عرض میکنه. سبحان الله. اکا از این قصه چی دانستم میشود؟ اولا اینکه یگان دوست و یگان رفیق در جای باشه، دیدی کسی هموس میروه بگو که فلانی را سلام ما را برسان. انشالله این امر مستحبه اصل داره، ثواب داره. و دومش حتما باید امانت رسانده شود. در امانت باید خیانت نکنی، امانت واجبه. کسی گفت که فلانی را سلام برسان و گفت خوب شیده گفتی، باید که سلام یا مرده که به همون آدم برسان. از بس که در محفل خیر سنتی شرکت داریم، ما هم انشالله یک پیغامی را که از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم توسط اصحاب بزرگوارش و حدیث های بزرگ اسلام، انشالله به صاحب معرکه و به شما میرسونم. بعد در حقش دعا میکنم. در روایت اومده است حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکند، میگه جاء رجل الی رسول الله صلی الله علیه و سلم، مرد نزد پیغمبر محبوب صلی الله علیه و سلم میگه حاضر شد. فقال یا رسول الله متى الساعه، گفت ای حبیب الله قیامت کی قایم میشود؟ از قیامت سوالش کرد. قایم شدن قیامت غیر پروردگار کسی نمیدونه. در قرآن در ده موضع خداوند متعال پیامبر صلی الله علیه و سلم تاکید میکنه. وقتی سوال کردن از قیامت، قل انما العلم عند الله، میگو که علم قیامت نزد پروردگار است. ما المسئول عنه باعلم من السائل، میگو حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی بپرسیدنش، یعنی سوال شونده در مسئله قیامت از سوال کننده داناتر نیست، برابری همو میدونه. برای حضرت هم به سوال مراجعه کرد به اون مرد خدا، گفت و ما اعددت لساعتی، برای همون روز قیامت که آمنا و صدقنا آمدنی است چی تیاری داری؟ چی تیار کرده؟ دستاویز چیه برای همین روزی بزرگه؟ میگه مرد با اشکی دیده گفت که حب الله و رسوله، یا رسول الله گفت عمل شایانی ندارم که در پیش تو محنت کنم با، اما تمام وجودم مال از محبت خدا و پیغمبره. دستاویزی ما همین دیگه هیچی دیگه ندارم. حضرت میگه بشارتش داد، گفت فإنک مع من احببت،
ای مردی الله به یقین تا همراه محبت حشر میشه. کسی را دوست بداری قطعا حشر میشه. ماشاءالله. این همین بشارت پیامبر صلی الله علیه و سلم است که توسط انس ابن مالک راویای حدیث اینا به ما و شما رسیده است. پیغام پیامبر صلی الله علیه و سلم فانک مع من احببت، بیشک تا همراه محبت حشر میشه. کسی را که دوست بداری به یقین بفهم که همراه همون حشر میشه. حضرت دوست میداری، محبت داری، سنتش زنده میداری، بفهم که فردا روز قیامت در زیر لیوای محمد صلی الله علیه و سلم محشور میشه. اگر بغض داری، کینه داری، به یقین بفهم که جای دوزخی، اما اسفل سافلین. سبحان الله. حضرت انس ابن مالک میگه فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی الله علیه و سلم فانک مع من احببت. از زمانی که مسلمان شدیم هیچ وقت میگه اینقدر شادی و سرور و فرح در خود احساس نکرده بودم آنچنانی که بعد بشارت پیامبر صلی الله علیه و سلم که تا همراه دوستدارات و محبات حشر میشه. حضرت میگه فانا احب الله و رسوله و ابوبکر و عمر، زیرا من خدا را دوست میدارم، پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را دوست میدارم، ابوبکر صدیق را دوست میدارم، عمر فاروق را دوست میدارم و ارجو ان اکون معهم و این لم اعمل باعمالهم. از همین خاطر اگر چنده که عمل اونا را ندارم، غیرت اونا را ندارم، مرتبه و منزلت اونا را ندارم، نه که مادام که دوستشون میدارم امیدوارم که خدای تعالی طبق بشارت پیامبر صلی الله علیه و سلم فردا روز قیامت در حلقه همونا بخیزونم، همنشینی همونا بکنم.